داستان قلمروی دیوانگان. شب آمد و همه جمع شده بودند. قرار بود آن شب مبارزه‌ای میان دیو و آتش سرگیرد. دیو سیرت و آتش سیرت. هر دو سیرت و صورت یکی بودند و آدمیان از ترس نفس بریده و با چشمانی از حدقه بیرون آمده خیره به میدان و سوالاتی یکسان در ذهنشان نقش بسته بود. چه کسی زودتر جلو خواهد آمد؟ چه مدت طول خواهد کشید؟ نتیجه چه خواهد شد؟ و از همه مهمتر همین نتیجه بود و مثل همیشه قبل از آغاز منتظر پایان بودند. دیو فریاد زد و به سرعت خود را درون آتش انداخت. دود بسیاری بلند شد و همه چشمها را گریان و کور ساخت. گاهن کسی درد را به جان می خرید و چشمانش را باز می کرد و فریاد می زد: دست دیو را دیدم، مشت محکمی به آتش کوبید و آتش نیز دستش را سوزاند. بعد از آن هوا کم و کمتر شد و آدمیان یکی یکی تسلیم شدند. اول بچه ها و بعد مسن‌ترها، آخر سر جوانان. صبح آمد و هوا بازگشت. مردمان دوباره به همان ترتیب بیدار شدند، اما دیگر مبارزه به پایان رسیده بود. هیچ کس نمی‌فهمید نتیجه چه شده، چرا که هم آتش خاموش شده و اثری از شعله‌ایش نبود و هم دیو بی هیچ رد پایی رفته بود. اینجا بود که به چند گروه تقسیم شدند. عده‌ای می‌گفتند دیو برنده شد و عده‌ای آتش. عده‌ای هر دو را بازنده خواندند و عده‌ای کم اما دریافتند چون ندیدند نمی‌توانند بگویند چه شد. و پس از آن هر گروه دسته‌ای شد و قلمروی خود را ساخت.